خانم نادری، در واقع اون علائم بیش‌فعالی چیاست؟ ببینید، ما علائم بیش‌فعالی رو یعنی من ترجیح میدم که تو 2 حوزه مختلف توضیح بدم. اول اینکه ما باید این علائم رو در 2 محیط جدا ببینیم. یعنی مثلا هم معلم توی مدرسه به ما گزارش بده، هم مادر شکایت‌های مشابه داشته باشه. اگر بچه فقط توی خونه شیطنت میکنه و توی مدرسه آرومه، خونه مادر بزرگ، خونه عمه دایی این آرومه، یعنی نه، مشکل دیگه بیش‌فعالی نیست. 2 فضای مجزا ما باید شکایت‌های مشابه در رابطه با این اختلال داشته باشیم. فکر میکنم اول یه ذره علائم رو توی خونه بگیم. بچه‌ها معمولا توی خونه چه کارا میکنن؟ ما یه ضرب المثل داریم، میگیم که بچه از دیوار راست بالا میره. این دقیقاً توصیف یک بچه بیش فعاله، یک بچه کاملا بیقرار که نمیتونه بشینه، نمیتونه متمرکز بشه روی یه کاری. خیلی وقتا مادر وقتی میاد پیش درمانگر، پیش روانشناس، میگن از دیوار راست بالا میره، ازش غافل بشم یهو رو کموده، یهو بالای مبله، از بلندی ها میره بالا. یعنی این ضرب المثل خیلی براشون مصداق داره. معمولا اگر از بچه غافل بشیم تو خونه، یه خرابکاری به بار میاره. اصلا انگار بچه های اجباری دارن برای خرابکاری کردن توی خونه. مادر روشو برمیگردونه و میبینه بچه پیشگوشتی رو داره میکنه توی پریز برق. بنابراین خیلی نیازه که بچه کاملا نظارت بشه. یه علامت دیگه شون اینه که معمولا نسبت به موقعیت‌های خطرناک بچه احساس ترس نداره و خود این مسئله باعث میشه آسیب‌های جبران ناپذیر به بچه زده بشه. نمیترسه از اینکه از چند تا پله با هم دیگه بپره پایین، نمیترسه از اینکه با سرعت زیاد بدوه و خب این خیلی باعث میشه بچه آسیب جسمی ببینه. اصولاً بچه بیش‌فعال بچه بی‌نظمیه. وسایلشو گم میکنه، حالا خرابکاری هم داره، اسباب بازی‌ها رو خراب میکنه، دنبال دفترش میگرده، دنبال مدادش میگرده، میره مدرسه، میاد چک میکنیم جا مدادی رو، میبینیم دوباره یه سری چیزا رو گم کرده. بچه‌ها بی‌نظمن و این بیشتر ناشی از اون عدم توجه و تمرکزشونه. هم نادری یه مقدار این میکروفون رو بچرخونید به سمت، نه بچرخونیدش به داخل، نه خودش، نه اینجوری به اونور. آره. خب نه چی؟ نه اوکیه، میگم یه مقدار دستشون خورد رفت به چیز، من اینجوری یه لحظه دستم خورد. آره متوجه نشدم تکون خورده. بچه‌ها از کارهایی که نیاز به تمرکز داره، نیاز به تفکر داره، معمولا بیزارن. مادر هی پازل میگیره، بازیای فکری میگیره، بعد میگه من هر چی پازل گرون برای میگیرم، اسباب بازیای فکری خوب براش میگیرم، بچه نمیشینه پای اینا همه ناشی از اون اختلال در توجه و تمرکزه. یکی دیگه از نشونه‌های بچه‌های بیش‌فعال اینه که خیلی حرف میزنن، تون صحبت میکنن، هنوز سوال تموم نشده بچه شروع میکنه به جواب دادن. بزرگتر داره صحبت میکنه، بچه سریع میاد وسط حرف پدر و مادر و قدرت اینو نداره انتظار بکشه سوال تموم بشه، قدرت نداره انتظار بکشه تا حرف بزرگتر تموم بشه بعد حرفش رو بزنه. اصولا بچه‌ها توی خونه همچین علائمی دارن. خب با توجه به اینا، حالا باید همینا رو تعمیم بدیم به شرایطشون توی کلاس، توی درس. معلم معمولا وقتی داره شکایت میکنه از بچه بیش فعال، میگه این نمیشینه پشت نیمکتش، سرمو میچرخونم میبینم از پشت نیمکت بلند شده داره راه میره تو کلاس، سر میز این بچه، سر میز اون بچه. خب همونطوری که تو خونه خیلی حرف میزنن، توی کلاس هم همینطوره، مدام این سره داره میچرخه، به این بچه یه چیزی میگه، به اون یه چیزی میگه. معلم داره صحبت میکنه، میاد بین صحبت معلم داره از یکی دیگه سوال میپرسه، بچه میپره زودتر جواب میده. توی مدرسه گفتم خیلی وسایلشون رو گم میکنن، میان خونه دوباره این جا مدادی وسایلش نصف شده. به خاطر این شیطنت هایی که دارن اصولا دوست پیدا نمیکنن، خیلی کم دوست پیدا میکنن و پیشرفت زیادی هم توی درس ندارن. منتها این پیشرفتی که ندارن مربوط به ضریب هوشی بچه نیست، مربوط به نبودن اون توجه است. این فکر سری میره. مثلا معلم داره دیکته میگه،
و بچه‌های یه کلاس دیگه دارن تو حیاط ورزش میکنن، بچه حواسش میره به صدای بچه‌هایی که توی حیاته. ما دفتر دیکته رو که نگاه میکنیم، غلطای جزئی نیست، بچه یهو 4 تا کلمه رو جا انداخته، یهو رفته یه خط رو جا انداخته. برای همین معمولا دفتر دیکته بچه‌ها خیلی علامت خوبه برای اینکه ببینیم بچه چقدر مشکل در توجه و تمرکزش داره. و اصولا روابط بین فردی بچه‌ها به خاطر اون فعالیت زیادشون خیلی روابط خوبی پیش نمیره. زیاد بچه‌ها دچار درگیری با بقیه میشن، یه ذره زیاد دعوا میکنن، چون نترسم هستن، بیقرارم هستن. این خیلی روابط بین فردیشون رو مخدوش میکنه. جالبه. این صحبتایی که شما کردید، بازم من تاکید میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز که در واقع تشخیصی که مثلا خانم دکتر الان میگه، خب همه یه رگه‌های تو همه بچه‌ها هست. اینو خودتون الان این پادکست رو نگاه میکنید خودتون نگید خب نه من بچه بودم این شکلی بودم، بچه‌م این شکلیه. خیلی باید با دقت عمل کنید توی تشخیص بیش فعالی و حتما برید پیش متخصص. یه چیزی که به ذهنم رسید، خانم دکتر یه مثال خیلی جالبی زد، مثلا اینی که برید توی فرودگاه و مثلا یه حالت مضطربی دارید نمیدونید به کجا توجه کنید. یه رابطه تنگاتنگی هم یعنی علامه بیش فعالی با کسی که خیلی مضطربه فکر می‌کنم داشته باشه. همچین چیزی هست؟ مثلا ممکنه من یه بچه باشم خیلی مضطرب باشم به یه دلایل دیگه، توی توجه و اینها یعنی در واقع علائم بیش فعالی از خودم نشون بدم. ای دکتر، به همین خاطر باید یه متخصص نظر بده، چون ما می‌بینیم که یه بچه مضطربم همین جوریه دیگه. یه بچه مضطربم تمرکزش از بین رفته، حواسش جمع نیست، بیقراره، حرکت میکنه، تمرکز درست حسابی نداره به دلیل اضطراب. یعنی باید ببینیم که این اضطرابشه یا ADHDه. این تشخیص افتراقی خیلی مهمه. حالا ممکنه یه بچه ADHD باشه اضطرابم داشته باشه. یعنی حالا دیگه خیلی پیچیده شده. دقیقاً یه خیلی کار پیچیده‌ایه. مثلا من الان دارم میبینم، میگم هر کسی که میاد یه نظری در مورد ADHD میده و مثلا آنلاین طرف ADHD رو تشخیص میذاره. اینو باید توجه کنید. با تربیت، سبک تربیتی چی؟ مثلا ما یکی از علائمی که خیلی تو بچهای بیش فعالی میبینیم اینه که وسط حرف آدم میپرن. خب یکی هم هست که واقعا بیش فعال نیست ولی وسط حرف آدم میپره. اینو چجوری میشه؟ خیلی مهمه. گفتن اولا که باید توی بیش از یعنی تو 2 تا محیط باشه، با یه محیط نیست. دوم این که باعث شده باشه یه فرد مشکل پیدا بکنه. یعنی یه بچه‌ای هم ممکنه، حالا همه ما که بچه بودیم به خاطر اینکه وسط حرف بزرگتر رو پریدیم دعوامون کردن، ولی همین یه دونه است، میدونید. بعدم حالا دعوامون کردن یا یاد گرفتیم که تو صحبت دیگران نپریم و تونستیم. ولی واقعا بچه ADHD به خاطر اون رفتارهای ایمپالسیو، یعنی شما 10 بار هم که بگید بازم میپره. اینه که پدر مادرها عاجز میشن از تربیت بچه سختیه برای تربیت. بچه مشکل داره، یعنی اون مشکل جلوی والدین رو میگیره. مثل بچه عادی آدم نمیتونه یه بار 2 بار بگه این بچه حواسش جمع بشه. اینه که ما برای والدین افرادی که مبتلا به ADHD هستن حتما یه آموزش خانواده داریم. یعنی حتما باید یاد بدی با این بچه خیلی 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 باید روی حساب و کتاب رفتار بشه. اتفاقی که میفته چون بچه میخواد، میگه، حرف زنه، دعوا میکنه، 100 بار یه چیزی میگه بازم اعتنا نمیکنه، پدر و مادر خسته میشن، میبرن و من میگم بذار هر کاری که میخواد بکنه. علاوه بر این که رابطه والدین با فرزند مشکل پیدا میکنه، این بچه یاد میگیره که هر جایی همینطوری بره جلو و امتیاز بگیره دیگه، دعوا بکنه تو درگیری. خب بچه‌ها یواش یواش تردش میکنه، یواش یواش تو مدرسه است دوستی نداره. بعد نکته دیگه این هستش که حالا این فقط علائم بود، این علائم توی زندگی بچه دردسر درست میکنه. من و شما هم بچه بودیم تو حرف دیگران پریدیم، همین یه دونه بوده، مشکل دیگه نداشتیم، خب بالاخره درسمون، کارمون، ارتباطمون درست پیش رفته. بچه ADHD مجموعه از این علائم داره، یعنی مثلا باید 6 تا از این علامت داشته باشه، 6 تا از اون داشته باشه. وقتی روانشناس و روانپزشک بررسی میکنه دونه دونه اینا رو چک میکنه که آیا 6 تا علامت شد، آیا این موضوع داره، آیا اختلال دیگه ای، آیا اختلال دیگه نیست. یعنی واقعا وقت و زمان میخواد و دقت که روی اینها چک بشه. این فقط با یه دونه علامت حتما همه ما از اینا رو داشتیم.
اینه که علائم، یعنی بررسی میشه که مدتش چقدره، از کی شروع شده، چند تا از این علائم داره. بچه‌ای که پرحرف، از در و دیوار بالا میره، نمیتونه یه جا بند بشه. یعنی شدت، مثلا تو موارد شدید در حدی هستش که بچه شب میخواد بخوابه، از پادرد نمیتونه، از واسه بچه فعالیت کرده، کارهای خطرناک انجام میده، از هر چیزی که جزئیات و اینا داره بیزاره، هر چقدر که فعالیتایی باشه که احتیاج به آموزش اینا داره بیزاره. خب مجموعه از اینها رو ما نگاه میکنیم و تعداد داره، اون تعداد باید به درستی وجود داشته باشه.